با درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز، احمد صادقی هستم. با یه ویدیو جدید امروز در خدمتتونم. شاید توی ذهنیت خیلی از ماها اینجوری جا افتاده باشه، مخصوصا ما که از ایران میایم، که افرادی توی زندگیشون موفق هستن و از نظر اقتصادی مرفه هستن که یا دکتر مهندس باشن و یا اینکه دوره‌های خیلی طولانی رو توی دانشگاه گذرونده باشن و بقیه اشخاص توی زندگیشون معمولاً با مسائل اقتصادی بعد دست و پنجه نرم بکنن و از نظر اقتصادی هیچ وقت به اون درجه که میخوان نمیرسن. من توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که این طرز تفکر و این ساختار فکری که وجود داره لااقل توی سوئد به این شکل نیستش و توی سوئد شما میتونین حتی با نرفتن به دانشگاه ولی دیدن دوره‌های 6 ماهه تا 2 ساله یه سری شغلایی رو برای خودتون دست و پا بکنین که هم از نظر شغلی شغل خوبی باشه و هم اینکه از نظر درآمدی یه چیزی بین 30 تا 50 هزار کرون در ماه به شما درآمد بده. البته این فقط در مورد کسانی نیستش که حالا مثلا امروز شاید 19 20 سالشون باشه و میخوان برن و یه شغل برای آیندهشون انتخاب بکنن. این در مورد کسانی هم هستش که شاید امروز 30 35 سال و یا 40 سالشون باشه، یه شغلی هم دارن و چند سال هم هست که دارن تو اون شغل کار میکنن، ولی حالا به هر دلیلی این شغل رو دوست ندارن یا اینکه از خود شغلشون خوششون نمیاد و یا اینکه حالا درآمدی که ازش کسب میکنن درآمد پایینیه و همیشه دارن اینجوری فکر میکنن که آیا امکانی وجود داره که من بتونم شغلمو عوض کنم، آیا دیگه الان دیگه دیر شده، آیا دیگه میتونم، یا امکان دیگه هست یا اینکه نیست. ولی توی این ویدیو من میخوام بهتون اینو نشون بدم که توی سوئد دوره‌هایی وجود داره که بین 6 ماه تا 2 سال هستش و بعد از اینکه گذروندن این دوره‌ها شما میتونین بریم و شغلتون رو عوض بکنین، یه کار دیگه انجام بدین و یه درآمدی بین 30 تا 50 هزار کرونی هم داشته باشین. پس اگه شما دنبال یه همچین شغلایی هستین تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب این دوره‌ها چه مزیتی داره؟ من میتونم 4 تا مزیت خوب براتون بگم که به شما نشون بدم که این شغل‌ها میتونه شغل‌های خیلی خوبی برای آینده شما باشه و بتونیم باهاش به درآمد خیلی خوبی برسیم. اولین مزیتی که وجود داره این که خب این دوره‌ها خیلی دوره‌های کوتاهی هستش و هر کسی میتونه بره. بین 6 ماه تا 2 سال هستش. دومین مزیتی که داره اینه که این دوره‌ها مثل دوره‌های دانشگاهی نیستش و شما تمرکز پیدا می‌کنین روی اون شغلی که می‌خواین انجام بدین. حالا اگه بخوایم مقایسهش کنیم مثلا با یه دوره دانشگاهی 5 ساله، معمولا دوره دانشگاهی 5 ساله اون سال اول و دومش شما دروس پایه رو بهتون یاد میدن که شاید اصلا هیچ وقت به کارتون نیاد، ولی در اصل 2 سال از وقت و زندگی شما رو میگیره و توی اون 2 سال و 3 سال آخر هستش که شروع اون تخصصی که شما میخواین بهش برسین کار میکنن و به خاطر همین شما یه دوره 5 ساله میبینید که شاید مثلا فقط 2 سال و 3 سالش در رابطه با اون کاری باشه که شما میخواین انجام بدین، ولی توی این دوره‌های کوتاه دقیقاً برعکسه و از همون اولش تمرکزشون رو همون کار اصلی شما هستش. مزیت سومی که وجود داره اینه که این دوره‌ها به مراتب ارزان‌تر از دوره‌های دانشگاهیه. نه اینکه دوره‌های دانشگاهی خرج دانشگاه داشته باشه، بخاطر که خب دانشگاه تو سوئد مجانیه، ولی شما اگه بخواید یه دوره 5 ساله 6 ساله و یه 7 ساله رو برین توی دانشگاه بگذرونین، با وجود اینکه خود دانشگاه مجانیه ولی خب بعد بالاخره بعد زندگیتون رو بگذارین و مجبور میشین که برین وام‌های تحصیلی بگیرین از CSN و اون خودش مثلا بعد از 5 سال 6 سال یه 400 500 هزار کار اونجا بدهکاری به وجود میارین. ولی تو این دوره‌های کوتاه خب به مراتب شما کمتر میرین و وام تحصیلی میگیرین، امکان داره 6 ماه باشه، 1 سال باشه و یا 2 سال باشه و در خیلی از موارد تو خیلی از این اوتبیلدینگ‌ها و این دوره‌ها خود اون کارفرماهایی که باعث به وجود اومدن اینجور دوره‌ها شدن از همون اولش به شما حتی یه حقوق خیلی پایینی هم میدن که شما بتونین باش زندگیتون رو بگذرونین و مجبور نباشین که برین ازش و وام دانشجویی بگیرین. بخاطر اینم یک مزیت سومش هست. مزیت چهارمی که وجود داره اینه که شما اگه یک دوره دانشگاهی رو رفته باشین، حالا 100% اینجوری نیستش که شما بعد از اینکه دوره دانشگاهتون تموم شد و اومدین بیرون براتون کار وجود داشته باشه، ولی تو اکثر اینجور دوره‌های کوتاه مدتی که وجود داره یه گارانتی یا تقریبا از اون کارفرما وجود داره که میگه اگه شما این دوره رو گذروندین و بعد از 6 ماه 1 سال 2 سال من به شما کار میدم و به خاطر همین امکان این که شما بعد از اینکه این دوره ها رو گذروندین کار پیدا کنین خیلی بیشتر از اینه که مثلا یک دانشگاهی رفته باشین و یک رشته دانشگاهی رو خونده باشین. حالا سوال دومی که پیش میاد اینه که حالا ما کجا میتونیم این جور دوره ها رو پیدا بکنیم؟ توی سوئد معمولا 4 جا 5 جای مختلف وجود داره که شما میتونین برین و این دوره ها رو پیدا بکنین و توش ثبت نام بکنین. اولین جا و معروف ترین جایی که وجود داره همون ایرکس هوگسکولانا هستش یا همون به قول معروف دانشکده های کاری که شما اگر خود همین کلمه ایرکس هوگسکولانا توی گوگل برین و سرچش بکنین میتونین که اینجور دانشگاه ها و این دانشکده ها رو پیدا بکنین و وارد سایتشون بشین و ببینین که اونا چه دوره‌هایی دارن که میتونن به شما پیشنهاد بدن و شما میتونین اونجا ثبت نام کنین.
حالا اگه بخوام من مثلا یه چند تا مثال بزنم که مثلا توی این ایرکس هوگسکولانا چه جور دوره‌هایی رو شما میتونید پیدا کنید، یکیش ازش که شما میتونید برین اونجا و فرانت اند اوتفیکلره بشین. حالا فرانت اند اوتفیکلره چیه؟ این برای کسانی هستش که میخوان توی زمینه آیتی و یا زمینه برنامه‌نویسی کار بکنن ولی نمیخوان اونجوری به قول معروف عمیق وارد کد بشن و کد نویسی رو یاد بگیرن و میخوان بیشتر تو حالت دیزاین مثلا سیستما اونجا برن یاد بگیرن و توی اون زمینه کار بکنن، که دوستان شما میتونین بیاین بریم و فرانت اند اوتفیکلره بشین که یه دوره حدوداً 1.5 ساله داره. از دوره‌های دیگه تو این ایرکس هوگسکولان وجود داره برای کسانی که میخوان برن و لون کنسولت بشن و برن توی زمینه مثلا حقوقی کار بکنن و توی شرکت‌ها استخدام بشن و توی مثلا کارگزینی اون شرکت کار بکنن و مثلا حقوق پرداخت بکنن. اینا هم یه دوره‌های 2 ساله‌ای داره که بعد از اینکه اینو میگذرونی شما میتونین برین و شروع به کار بکنین. و یه دوره دیگه هم که مثلا وجود داره به نام توک ترافیک لیدر میشین که یه دوره 1.5 ساله هستش که بعد از اینکه این دوره رو دیدین میتونین برین توی شرکت‌های مثلا ما همین قطار و سازمان قطار اونجا مثلا برین کار بکنین به عنوان کسی که مثلا تنظیم کننده این شابلون و یا این برنامه‌های قطارها هستش که مثلا از این ور به اون ور جابجا میشه. جای دیگه که شما میتونین اینجور روت بیلدینگ‌ها و یا اینجور دوره‌ها رو پیدا کنین توی کنوکس هستش. کنوکس یا همون دبیرستان برای بزرگسالان هست. توی کنوکس شما میتونین برین و دوره‌های برای که مثلا کسانی که میخوان اوندرشوتشگاه بشن و توی مثلا جای خدماتی مثل بیمارستانا و یا درمانگاه‌ها کار بکنن اونجا کار بکنین، یا اینکه میتونین برین دوره ببینین برای اینکه سوتساره بشین یا اینکه مثلا جوشکار بشین و برین به این عنوان کار بکنین که اینا همشون دوره‌های 1.5 ساله تا 2 ساله هستش. از دوره‌های دیگه که توی خود کنوکس هم وجود داره این که شما میتونین برین الکتریکر بشین و یا برقکار بشین و اونم یک دوره 1.5 ساله داره که میتونین برین اونم ببینین. جای سومی که همچین دوره‌هایی وجود داره و پیشنهاد میشه برای افراد تو خود شرکت‌های خصوصی هستش. یه سری شرکت‌های خصوصی وجود دارن که خود این کارفرماها خودشون هستن که پرسنلشون رو تعلیم میدن و آموزش میدن و از اونها استفاده میکنن. به خاطر همین اگر شما به این جور سایت‌ها هم سر بزنین اینا معمولا در سال مثلا چند جا دارن که یه همچین اوت بیلدینگ‌ها و همچین دوره‌هایی دارن و شما میتونید ثبت نام کنین و اگه قبول بشین میتونین برین و پیش خود همون کارفرما در عرض مثلا 1 سال 1 سال و نیم 2 سال کار بکنین و این دوره‌ها رو ببینین. علاوه بر اینکه در این دوره رو می‌بینین بهتون هم یه حقوقی میدم، البته حقوق کامل نیستش ولی بالاخره میتونین زندگیتون رو بگذارین، ولی این گارانتی وجود داره که بعد از اینکه این دوره شما تموم کردین همون کارفرما به شما کار بده. و جای چهارمی که وجود داره و شما میتونین به این دوره رو توش پیدا کنین همون آربسفورملدینگنا هستش و اون اداره‌های کاریابی هستش. حالا شما تو هر شهری که باشین میتونین به اداره کاریابیتون مراجعه بکنین و سراغ یه همچین اوت بیلدینگ‌ها و یه همچین دوره‌های کوتاه بین 6 تا 2 ساله رو بگیرین و اونا بهتون پیشنهاد میکنن که مثلا ما یه همچین دوره‌هایی رو برای امسال و یا برای این ترم داریم و میتونید تو اونا شرکت بکنید. و جای پنجمی که وجود داره و شما میتونید اینجور دوره‌ها رو توش پیدا بکنید این آنلاین پلتفرم‌ها هستش که حالا اسم چند تاشون رو من براتون همینجا میذارم، هم توی توضیحات مینویسم که شما میتونین برین و توی اون سایت‌ها وارد بشین و اونجا این دوره‌های مختلفی رو که اونا دارن که مثلا اولا دوره‌هاشون چی هستش، چه کاری انجام میدین و مدتش چقدر هستش و تمام این اطلاعات توی این سایت‌های آنلاین پلتفرم‌ها وجود داره که اونجا میتونین برین و نگاه بکنین و در موردشون یاد بگیرین. و حالا سوال سوم و مهمی که براتون بعداً به وجود میاد اینه که حالا ما اگر رفتیم و این دوره‌ها رو دیدیم حقوق ماهیانه ما در ماه چقدر میشه. توی این ویدیو میخوام در مورد چند تاشون باهاتون صحبت بکنم. همونجوری که گفتم بیشتر این دوره‌ها و اونایی که به قول معروف یه مقدار جدی‌تر هستش تو همین ایرکس هوگسکولانا هستش. اگر شما برین و تو این ایرکس هوگسکولان مثلا سیستم ادمنستراتور بشین که یک دوره حدوداً 2 ساله هستش، بعدش میتونید یه حقوق بین 35000 کرون تا 50000 کرون رو داشته باشین که البته زمانی که تازه وارد کار میشین با 35000 کرون شروع میکنین ولی بعد چند سال حقوقتون میتونه به 50000 کرون هم برسه. و یا اینکه بریم و دوره‌های وب اوتویکلینگ ببینیم و بعداً به عنوان وب اوتویکلر کار بکنین که اونم حقوق بین 35000 کرون تا 45000 کرون در ماه به شما میده. اگر بخواید در زمینه ورد و آمسوری کار بکنین و برین تو خدمات درمانی و بیمارستان و درمانگاه هم کار بکنین، اینجا شما میتونین به عنوان اوندرشوتشگاه و یا ورد بی تریده برین دوره ببینین و بعد از اینکه این کارتون تموم شد یه حقوق بین 28000 کرون تا 35000 کرون به شما میدن. که البته اینجور دوره ها رو حتما احتیاج نیستش که برین تو ایرکس هوگسکولان ببینین، شما میتونین از کنوکس هم استفاده کنین و اینجور دوره ها رو حتی توی کنوکس هم وجود داره.
و اگر هم دوست داشته باشیم بریم و توی زمینه بیگ و هندورک کار بکنین، خب اونجا هم میتونیم بریم به عنوان الکتریکه و یا برقکار کار بکنین که یه حقوقی بین 35000 کرون تا 45000 کرون 50000 کرون به شما میدن، و یا اینکه بریم به عنوان VVS مونتور بشین یا همون لوله کش خودمون بشیم که اونا اگه بخوان کار بکنین یه حقوق خیلی خیلی خوبی میدن بهتون، بین 40000 کرون تا 50000 کرون به کسانی که VVS مونتور هستن داده میشه. البته توجه داشته باشین کسانی که میرن برقکار میشن و یه لوله کش میشن، بعد از اینکه 3 سال 4 سال 5 سال برای شرکتی کار کردن، اینا خودشون هم میتونن برن و برای خودشون شرکت تأسیس بکنن و مطمئن باشین که این حقوقاشون خیلی خیلی بیشتر از این 40-50 کرون میشه، به خاطر اینکه یک نیاز خیلی زیادی برای برقکار و لوله کش تو سوئد هستش. و من همیشه حالا به شوخی میگم که اگه شما بخواید یه مثلا جراح مغز و اعصاب رو پیدا کنین، خیلی راحت‌تر پیدا میکنین تا بخواید یه نفر لوله کش پیدا کنین. شما به هر لوله کشی که زنگ بزنین و کاری داشته باشین یا برقکاری بهش زنگ بزنین و کارش باشین، بهتون میگه که من 2 هفته 3 هفته دیگه میتونم بیام و زودتر از اون نمیتونم بیام. به خاطر همین این شغل‌ها خیلی شغل‌های پرطرفداری و پردرآمدی هستش که توی سوئد وجود داره و شما با رفتن و دیدن یک دوره 1.5 ساله و یا 2 ساله میتونید به این شغل‌ها هم برسید. و اگرم بخوایم بریم توی ترانسپورت و لوجستیک بخوایم بریم کار کنیم و اینجور دوره ها هم ببینین، همونجوری که گفتم شما اگه بخوایم بریم و توک ترافیک لیه داره بشین، یه حقوق بین 35 تا 45000 کرون 50000 کرون بهتون میدن. و اگه بخوایم بریم به عنوان لاسبیل خفر و یا بوس خفر کار بکنین، یعنی راننده اتوبوس و یا راننده تریلی هم بشین، اون هم یه چیزی بین حدود 35000 کرون تا 45000 کرون در ماه میتونین ازش درآمد کسب بکنین. و برای دوستانی که میخوان در زمینه اکونومی و ادمنستراسیون کار بکنن و زمینه اقتصادی بخوان برن کار بکنین، همونجوری که بهتون گفتم اگه بخوایم به عنوان لون کنسول توی شرکتی استخدام بشین و کار بکنین، اونجوری حقوق بین حدود 35000 کرون تا 45-50000 کرون هم به شما میدن. و اگر بخوایم به عنوان ردویسنینگز اکونوم بخوایم برین کار بکنین، اون حتی حقوق به یه مقداری بالاتری هم داره و بین 35000 کرون تا حدود 50000 کرون میتونه ازش کسب درآمد بکنه. یه شغل و یه حرفه دیگه هم وجود داره به نام UX دیزاینر. این UX دیزاینر من خودم تا حالا نشیده بودم و دیدم که چند وقت پیش برای من چند تا ایمیل اومدش و به من یه همچین پیشنهادی میداد که البته برای همه میفرستن، حالا برای من فرستادن که اگه میخوای بیا و توی این جور دوره‌های ما شرکت بکن و UX دیزاینر بشو و بعداً یه چیزی حقوق بین 40-50 تا حتی 55000 کرون هم بهت میدیم. که اینا حالا من بعد که رفتم یه مقداری فقط کوتاه نگاه کردم، فکر می‌کنم کارشون به این صورتی که اینا اطلاعات جمع میکنن از روی مثلا سایت‌های مختلف و از این اطلاعات استفاده میکنن حالا برای اینکه یک مثلا UX رو دیزاین بکنن. حالا دقیقاً این کارشون چی هستش من اسمشو براتون میذارم، خودتون برین جستجو بکنین و خودتون برین نگاه بکنین ببینین که کار اینا چیه. ولی چیز جالبی که وجود داشت این که بعد از اینکه شما رفتین و UX دیزاینر شدین، با حقوق 35000 کرون شما رو استخدام میکنن و بعد چند سال حقوقتون به 50 تا 55000 کرون هم میرسه. و همونجوری که گفتم اگر شما میخواین که اینجور دوره ها رو پیدا بکنین، به همون جایی که من گفتم، اون 4-5 جایی که بهتون گفتم میتونین که شما سر بزنین، که اولش همون ایرکس هوکسگلان بود، بعدیش کنووکس بود، سومیش به اون شرکت‌های خصوصی بود که تو این زمینه کار میکنن و دنبال پرسنل میگردن، چهارمیش همین آربسمندینگ و یا اداره کاریابی بود و پنجمیش همین آنلاین پلتفرمایی بود که حالا من هم اسمشو براتون میذارم، هم توی توضیحات براتون مینویسم. خب ببینید بعد از اینکه حالا شما این دوره ها رو و این حرفه ها رو رفتین نگاه کردین و جستجو کردین و در موردش مثلا خوندین، بعد این سوال پیش میاد که حالا کدوم از اینا به درد من میخوره. حالا اگه بخوایم به این سوال جواب بدیم، این سوال خیلی خیلی شخصیه و برمیگرده که به اینکه خود شما چه جور آدمی هستین و از چه چیزی خوشتون میاد. اینی که فقط بخواید یه انتخاب بکنین، یک رشته و یک دوره رو برین فقط به خاطر اینکه مثلا یک حقوق خوب میده، مثلا 30000 کرون 40000 کرون 50000 کرون بهتون میده، این کافی نیستش. و بعد شما یه حرفه‌ای رو انتخاب بکنین که بهش یک علاقه‌ای هم داشته باشین، بخاطر که بعد این دوره 2 ساله رو که گذروندین یا 1 سال نیمه گذروندین، شما شاید بعد برین 30 سال 40 سال 50 سال تو اون زمینه کار بکنین. به خاطر همین اول همه نگاه بکنین که ببینین علایق خودتون به کدوم دوره نزدیکتره و چه چیزی رو بیشتر دوست دارین. چیز دیگه ای که خیلی مهمه و بعد بهش توجه بکنین اینه که حالا بعد از اینکه حالا مثلا شما 1 2 تا 3 تا از این دوره ها رو پیش خودتون انتخاب کردین و می‌خواستین بینش یکی رو انتخاب بکنین، اون موقع بعد چیکار بکنین؟ به نظر من اینکه برین و حتما با اون آربسمندینگ که توی شهرتون هستی، شما اداره کاریابی، یه صحبتی بکنین و از اونها سوال بکنین که مثلا من میخوام بین این 3 تا دوره یکی انتخاب کنم، به نظر شما کدوم بهتره؟ به خاطر اینکه اونا دقیقاً میدونن که الان مثلا توی اون شهر احتیاجی به چه کاری هستش. مثلا اگر اونجا احتیاج به وب اوتویکلاره باشه یا مثلا به اون نشاتشگاه باشه، اولش به شما اینو میگن که شما اگه مثلا امروز وب اوتویکلاره بودی
من میتونستم که همین فره بذارم سر کار، یا اگه مثلا امروز شما اون شاتشگاه بودیم من میتونستم شما رو بذارم سر کار. به خاطر همین خیلی خیلی مهمه که شما برین و با اداره کارتون هم صحبت بکنین و از اونا اطلاعات کسب بکنین که ببینید الان بازار کار چی رو میخواد، به خاطر که اونا همش در حال تماس هستن، مخصوصا با این شرکتایی که دنبال کار میگردن، دنبال پرسنل میگردن، و به خاطر همین میتونن اطلاعات خیلی خیلی خوبی رو در اختیار شما قرار بدن. امیدوارم که شما اگر از اون دوستانی هستین که دنبال یک حرفه‌ای و یک کاری میگردین و الان کاری که دارین انجام میدین دوستش ندارین، بتونین که از این ویدیو استفاده بکنین و برین به یک دوره رو یا یک اوت بیلدینگ رو پیدا بکنین و خودتون رو اوت بیلدا بکنین به قول سوئدیا، و بعدش بتونین توی اون زمینه کار پیدا کنین و کار بکنین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، روز و روزگارتان خوش.